ساعت 10 صبح امروز نخستین پرواز هواپیماها میان شهرهای دوشنبه و تاشکند آغاز شد. از 65 مسافری که در نخستین پرواز عازم تاشکند شدند، تنها 14 نفرشان چیپته هواپیما را خودشان خریده برای عیادت نزدیکانشان برفتند. در نقطه‌های به قیدگیری فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به قیدگیری مسافران آغاز شد. جمیله نظرова از نخستین مسافران است که از قید گذشته است. پیش خشت آرام میرم. 24 سال شد نرفتم. این اکنون میرم. پیش خشت آرام میرم. حاضر که دلم دیگ دوره. خرساندم خدا شکرشون خرساندم سخت سلامت برسیم ان شاء الله. یاقوت خان عبدالسلامова یک تاجرزن در مرکز سودای صدبرگ شهر دوشنبه از جمله مسافران است که همراه دختر کوچکش برای شرکت در عروسی دختر کلانش که در تاشکند به سر میبرد به ازبکستان سفر کرد. می‌خواستیم که همین میرفتگی آدم کمک سبکتر باشد. ایرپورت برمی دیگر جا برمی ویزا موندتی هم خیلی چند روز باشدم. از همون وابسته عموما جدایم خرسند همه بایم بیاین مویم رویم. توماس هالام دیرکتور کل شرکت هوایی سامان ایر در جمع خبرنگاران گفت که پرواز امروز آزمایشی و فنی بوده و پروازهای معمولی از روز 20 فوریه آغاز می شوند. وی همزمان تاکید کرد که پروازها از دوشنبه تنها به تاشکند محدود نشده بلکه مسئله باز کردن خط سیرها به شهرهای دیگر ازبکستان نیز مطرح خواهد شد. این امر برای باز هم نزدیکتر شدن خلق‌های تاجیکستان و ازبکستان، تبادل فرهنگی، دانشجویان و برگزاری این نمایشگاه‌ها مساعدت خواهد کرد. با نظرداشت اهالی 2.5 میلیون نفره تاشکند و بیش از 1 میلیون نفره دوشنبه در آینده برای شرکت‌های هواپیمایی بازار بزرگ بوده و بخش سیاحی و تجارت نیز رشد خواهد کرد. در کنار مسافران، مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان، هیئت رهبری و تجارتی شرکت هواپیمایی سامان ایر، نمایندگان فرودگاه بین‌المللی دوشنبه و روزنامه‌نگاران به تاشکند پرواز کردند. مقامات شرکت سامان ایر میگویند پروازها به پایتخت ازبکستان تا انجام موسم زمستان هفته یک بار روز دوشنبه به راه مانده شده. در فصل تابستان مقدار خط سیرها هفته 2 بار روزهای دوشنبه و پنجشنبه اجرا خواهند شد. در پی آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان قطع شد. در سالهای قبلی دوشنبه با شهرهای تاشکند، سمرقند، بخارا، نمنگان، اندیجان و قوقند ارتباط هوایی داشت و هفته 10 پرواز میان شهرهای تاجیکستان و ازبکستان انجام می شدند. همینطور هواپیمای شرکت سامان ایر با 65 مسافر به تاشکند پایتخت ازبکستان پرواز کرد. این نخستین پرواز میان تاجیکستان و ازبکستان در 25 سال اخیر می باشد. مردان محمد، شادمانی یتیم، آزادی، فرودگاه بین‌المللی دوشنبه.